دنیا رو قاتل‌ها می‌سازن یا خردمندها؟ پرسش اشتباه آدم رو به پاسخ اشتباه میرسونه. من اینو از تالس یاد گرفتم. تو تمام داستان‌های آفرینش که مربوط به قبل از 2100 سال قبل بودن، جهان توسط 2 یا چند تا خدا ساخته میشه. اما خدای واحد کی و از کجا اومد؟ این داستان یک کودتای مخملی و یک جنگ رسانه‌ایه. به قول ژان بودریار عزیز، دیگه مسئله بازنمایی دروغین واقعیت نیست، بلکه پنهانسازی این حقیقته که واقعیت اصلا وجود نداره. یونگ میگه نمادها و آرکیتایپ ها تو ناخودآگاه جمعی حضور دارن و تو افسانه ها و اسطوره ها خودشون رو نشون میدن. پس اسطوره داستان قدیمی نیست، کلید جعبه اسرار ملت هاست. بریم به 3225 سال قبل. انومالیش داستان شگفت‌انگیزیه که روی 7 لوح گلی به زبان اکدی بابل نوشته شده و توی کتابخونه آشوربانیپال در نینوا پیدا شده. ویژگی این کتاب توی این هست که داستانش از ثانویت شروع میشه و بعد با وحدانیت ختم میشه. همون اتفاقی که توی کتابای ادیان ابراهیمی در دیالوگی از ابراهیم خلاصه شده، جایی که به دنبال خدایی میگرده که نه به دنیا بیاد و نه بمیره. در ابتدای انومالیش آپسو ایزد آبهای شیرین با تیامت ایزد بانوی آبهای شور و آشوب با هم ترکیب میشن و در نتیجه این سکس بچه خداهای دیگه‌ای به دنیا میان. بچه خداها خیلی بی‌نظمی میکنن و آپسو تصمیم میگیره که اونا رو نابود کنه. یکی از بچه ها به اسم انکی خدای خرد اینو میشنوه، آپسو رو میکشه و از بدنش معبد میسازه. تیامت برای انتقام خون همسرش بچه ها رو تهدید میکنه و همه میترسن و پنهون میشن. اما نوه تیامت یعنی پسر انکی که مردوک نام داره قیام میکنه و تیامت رو میکشه و اون رو با شمشیر به 2 نیم تقسیم میکنه. نیمی از تیامت با آسمون تبدیل میشه و نیمی از اون زمین رو میسازه. مردوک خورشید و دم و دستگاه‌های حیات رو مهیا میکنه و بعد در لوح 6 انسان رو خلق میکنه تا برای خدایان بردگی کنه. یه داستان دیگه هم هست که تغییر مدیریت جهان از شورایی به فرد محور رو نشون میده. داستان خدایان ایلام که تو چغازنبیل و کتابخونه آشوربانیپال الواحش پیدا شده. در ابتدای قصه جهان ایلامی ها توسط 3 خدای اصلی مدیریت میشه که هر کدومشون به شکل هماهنگ فرمان روایی میکنن. کریریشا الهه مادر، ایزدبانوی زمین و منبع زندگی و باروریه. ناپیریشا خدای آبها و آسمونها و عامل حرکت و حیاته. این شوشیناک خدای شوش، قاضی مردگان و نگهبان قانون و نظم شهریه. این 3 خدا با همکاری هم و به صورت شورایی زندگی رو در سرزمین‌های ایلامی رونق می‌دادن و نظم کیهانی رو برقرار می‌کردن. دفتر مرکزی حزبشون هم چغازنبیل بوده. یعنی اینا اونجا دور هم جمع می‌شدن و با هم برای ایلام تصمیم می‌گرفتن. کم کم سر و کله نیروی تازه و پرتوانی به نام هونبان پیدا میشه. هونبان خدای جنگ، قدرت و سلطه‌گریه. اون تصمیم میگیره تا فرمانروایی شورایی رو نابود کنه و خودش به فرمانروای مطلق تبدیل بشه. خدایان اصلی سعی میکنن با گفتگو و تدبیر تعادل رو حفظ کنن، اما با هر گفتگو تضادها عمیق‌تر میشه و در نهایت جنگ به راه میفته. کریریشا، ناپیریشا و این شوشیناک با هونبان می جنگن و اتحاد اونها در برابر نیروی بیرحمی و درک خصمانه هونبان از استراتژی‌های جنگی شکست می‌خوره. هونبان این 3 خدا رو نمی‌کشه و اونها رو به خدمتکاران یا ملائکه دربارش تبدیل می‌کنه. نتیجه جنگ خدایان و پیروزی هونبان تأثیر شگفت‌انگیزی بر نظام سیاسی ایلام و جامعه گذاشت. پادشاهی ایلام بیش از 2000 سال ادامه داشت، اما تک خدایی شدن در روایت اسطوره‌ای مثل دیوار چین دوران پادشاهی ایلام رو به قبل و بعد جدا کرد. نظام حکمرانی سر و شکل تازه‌ای پیدا کرد، مخ‌ها و معابد قدرت پیدا کردند و به تبع اون جامعه وارد دوران پاتریارکی یا پدرسالاری و مردسالاری شد. مردها به مالکین خونه و ساکنین خونه تبدیل شدن و حتی این اجازه رو داشتن که در صورتی که خرجشون با دخلشون نخوند 1-2 تا از اعضای خونه رو بفروشن یا بکشن.
دستکاری داستان شناخته شده آفرینش یک کودتای مخملی بزرگ بود که نه تنها بر زندگی که حتی روی مرگ آدم‌ها هم تأثیر گذاشت. تا پایان عصر ایلام وقتی کسی می‌مرد اون رو با یک ظرف آب و لوح دفن می‌کردن. لوحی که خطاب به کیری ریشار نوشته شده بود. معمولاً متن نامه درخواست مرده برای این بود که به اون جای خوبی در جهان سایه بدن. کیری ریشار بعد از شکست در برابر هونبان به فرشته مرگ تبدیل شد و کارش این بود که مرده ها رو به جهان پس از مرگ یا جهان سایه ببره. اون ظرف آب هم چیزی نبود جز روشنایی یا همین آبی که وقتی ماها میریم سر قبر یکی روی سنگ قبرش میریزیم. توی یکی از این الواح مرد کشاورزی که زمینش تو نقطه کم آب و شیبی قرار گرفته بود و فقیر بود به خاطر فقرش از کیری ریشار عذرخواهی میکنه و میگه لطفاً به من در جهان سایه این امکان رو بده که زمین حاصلخیزی داشته باشم و فقیر نباشم.